عرض ادب و احترام، علی محمدی هستم. به کانال جاستیس لنز خوش اومدید. خب من میخوام این هفته راجع به بازی‌های آنلاین صحبت کنم. بازی‌های مثل کانتر استریت، مثل کال آف دیوتی یا پابجی. حالا از این دست بازی‌ها که با موبایلتون بازی میکنید، کنسول‌ها یا کامپیوتر. خب چرا تو کانالی که من هر هفته دارم تحلیل و پژوهش روی جرم شناسی و مسائل حقوقی میکنم، این هفته باید راجع به بازی‌ها صحبت کنم. نکته همینجاست. ببینید بچه‌ها، پشت پرده این بازی‌های آنلاین یه تجارت چند میلیارد دلاریه. یه تجارتی که باعث انحراف میشه و دقیقاً نکته صحبت امروز ما اینه که اصلا این تجارت چیه، چجوری این تجارت باعث انحراف جوونا و بچه‌ها میشه و چجوری دارن از این تجارت سوء استفاده میکنن. یعنی در واقع از این بازی‌ها دارن سوء استفاده میکنن. خب میدونید دیگه این بازی‌ها روش نظارتی که نیست و سن و سال هم توش مطرح نیست. یعنی یه بچه که میتونه با گوشی بازی کنه 6-7 ساله 10 ساله میشینه پای این بازی‌ها تا حالا آدم بزرگش، و دقیقاً به خاطر همین عدم وجود نظارت تجارت چند میلیارد دلاریشون رو شکل میدن، جوونا رو منحرف میکنن و به حالا اون دستاوردهای کثیفشون میرسن. پس با من همراه باش تا دقیقاً بهت بگم که چه اتفاقی داره پشت پرده این بازی‌ها میفته. خب حالا جریان چیه؟ من راجع به بازی کانتر استریت آنلاین میخوام صحبت کنم که چه اتفاقی داره میفته و بعد خب اگر شما گیمر باشید میتونید اینو تو بازی‌های دیگه هم پیدا کنید. ببینید توی بازی کانتر استریت شما میتونید با $2 یه سری لوت باکس هست، یعنی یه سری جعبه هست، جعبه‌های شانسی که شما $2.5 میدید یه جعبه میخرید و $2.5 هم میدید یه کلید میخرید برای اینکه این جعبه ها رو باز کنید. این جعبه ها کاملا شانسی. خب داخل این جعبه ها چیه؟ شما وقتی این جعبه ها رو میخرید، یعنی در مجموع $5 هزینه میکنید، داخل این جعبه ها یه سری اسکین وجود داره. حالا این اسکین ها چیه؟ مثلا شما یه لباس میخری برای کاراکترت، یا مثلا یه دونه چجوری بگم طرح میخری برای تفنگ AK47 یا همون کلاشت، یا یه دونه نایف توش پیدا میکنی، چاقو توش پیدا میکنی. یک سری چیز پیدا میشه توی اینا که شما شخصی سازی میکنه، مثلا لباس تنه، تفنگت، اون اسلحه‌ای که داری یا اون چاقویی که دستته. خب تا اینجاش که مشکلی نیست. حالا این چیزا اسکینایی که شما میخری یه ارزشی داره. شما $5 میدی، ممکنه یه اسکین 5 سنتی توش باشه، ممکنه هم یه اسکینی باشه که خیلی نایابه تو بازی و اینا رو میتونی توی استیم، سایت استیم خرید و فروش کنی. مثلا شما $5 دادی یه اسکینی پیدا کردی که کمیاب $1000 میارزه، میری توی استیم و اینو با یه بازیکنی که دنبال این اسکینه خرید و فروش میکنی، مثلا اون پول میده این اسکینو از شما میخره و تا اینجاش هم که مشکلی نداره. یعنی یه کار خیلی باحاله که شما $5 دادی شانسی و یه سری اسکین ها رو خرید و فروش کردی. اما نکته این نیست. نکته اینه که یک سری کازینوهای آنلاین اومدن گفتن که خب چرا ما این اسکینا رو به عنوان پول کازینومون قبول نکنیم؟ یعنی شما وقتی میری تو کازینو میخوای وارد بازی‌های کازینویی بشی، یا باید بیت کوین یعنی ارز دیجیتال میدادی، یا باید پول نقد مثلا از کارتات میدادی، یا از این اسکین ها. حالا بیت کوین و ارز دیجیتال و یا همون پول نقدی که شما می‌خواستی با کارت توی کازینو عضو بشی و بپردازی یه مشکلی داشت. احراز هویت باید می‌کردی که بتونی اونو داشته باشی. یه بچه خب کیف پول ارز دیجیتال نداشته یا کارتی نداشته که مجاز باشه بتونه توی کازینو هزینه کنه، ولی اسکینو که داره، اسکینو تو استیمش هست، میتونه از اون اسکین ها به عنوان پول استفاده کنه. مثلا اسکینی که ارزشش $300 رو میده به کازینو و $300 حسابش شارژ میشه و میتونه با اون $300 بازی کنه. حالا دقیقاً مسئله اینجاست که یه بچه بدون اینکه نظارتی باشه که سنش چقدره و چجوری وارد دنیای کازینوها شد و تونست از طریق اسکینش اون چیپی که نیاز داره، اون پولی که نیاز داره رو بپردازه و وارد بازی‌های کازینویی و قمار بشه. حالا طبق نظرسنجی‌هایی که انجام شده 70% افرادی که تو کازینوهای آنلاین دارن از اسکین‌هاشون به جای پول استفاده میکنن زیر سن قانونی. خب این دقیقاً مشکل. یعنی بچه زیر سن قانونی آلوده و معتاد قمار میشه و خیلی راحت بدون هیچ نظارتی وارد میشه، میاد اسکینشو میده، بازی میکنه. حالا اگر سود کنه
خب معادل همون اسکینی که داده یه اسکین دیگه، یعنی اسکین چند صد دلاری رو از همون کازینو میگیره. مثلا اگه $100 داده، $1000 شده پولش تو کازینو، دوباره میره یه اسکین $1000 میگیره، برش میداره برای تو استیم و میفروشه. یا همین که ممکنه اون پولو دوباره از دست بده، ولی خب اون بازی‌های کازینویی انقدر وسوسه برانگیزه و ممکنه که بردهایی رو داشته باشه و یه دفعه مثلا کل پولش رو ببازه، هی میره دوباره از کارت پدر مادرش توی اون کانتر لوت میخره که هی اسکینای بیشتری بتونه بگیره که با اون اسکین ها بتونه بره وارد کازینوها بشه و قمار کنه. خب این دقیقاً مشکله. مثل این میمونه که شما بری توی مغازه مشروب فروشی، مشروبتو بخری، بعد موقعی که داری حساب کردی داری میری، بعد بگن راستی چند سالت بود؟ دیگه کار از کار گذشته. اون بچه زیر سن قانونی که الان طبق نظرسنجی‌ها 70% آدمایی که دارن با اسکین وارد کازینوها میشن و شهربندی میکنن زیر سن قانونی رو داری آلوده میکنی به یک تجارتی که خیلی کثیفه. آینده اون بچه رو تباه میکنه، ذهنیت اون رو خراب میکنه. یه بچه‌ای که با ذهنیت قمار و شرطبندی میخواد بزرگ بشه، چه آینده‌ای رو میشه براش متصور شد؟ و این دقیقاً نکته و اون احساس خطریه که ما نسبت به این بازی‌ها داریم و الان داریم مورد بحث قرارش میدیم. خب حالا میخوام برم سراغ یه قسمت تاریک دیگه‌اش، یعنی همین استریم‌های آنلاینی که شما میبینید اینفلوئنسر نشسته داره بازی میکنه. اون اینفلوئنسر برای اینکه اون بازی آنلاین رو انجام بده، اسپانسرش یه سایتی مثل کلش یک سایت معروف شرط بندی، میاد چیکار میکنه؟ واسه یک استریم 1 ساعته $55,000 به اون یوتیوبر و به اون بازیکن پرداخت میکنه. اونم میاد با اون اسکین خاصش داره بازی میکنه. بعد همینطور که داره بازی میکنه و شما هم جذب بازی شدی، میاد اعلام میکنه که اگه وارد این سایت بشید یه اسکین رایگان بهتون میده. چه سایتی؟ همون سایت کازینو کلش و سایت قمار. و یه بچه‌ای که نشسته داره نگاه میکنه اسکین میخواد دیگه، چون اسکین ها رو جذاب میدونه توی بازی. و وقتی خودش مثلا یک شخصیت یه بازیکنی میبینه با یه اسکینی، میگه اوه این چقدر لولش بالاه، چقدر مثلا بازیکن خوبیه، چون اسکین های کمیابیه. سری میره تو اون سایت ثبت نام میکنه که بتونه اسکین رایگان بگیره، اسکینش رو میگیره بازی میکنه. اما کافی نیست، چون دائما دارن اسکین های جدید تولید میکنن با قیمت های بالاتر، میخواد اونا رو داشته باشه، پول نداره. و حتی ما این نمونه رو بررسی کردیم که یه بچه گفتش که من تمام کادو تولدم و هدیه‌های شب تولدم رو از دست دادم برای اینکه بتونم اسکین بهتری داشته باشم، ولی کل پولش رو تو اون کازینو از دست داده بود و خیلی ناراحت بود. و از همه بدتر اینه که بعد از اینکه از دست میده فکر میکنه که یک اشتباهی کرده و دوباره میره از کارت پدر مادرش لوت میخره که بتونه باز با اون لوت‌ها اسکین جمع کنه، بتونه باز بره قمار کنه. این دقیقاً بدترین نکته این قسمت از بازی‌های آنلاینه که ما رو درگیر یه سری اسکین ها و یک سری لوت ها میکنه که ما دائما هی باید بریم و یا تو کازینوها شرط بندی کنیم برای اینکه بخوایم اسکین گرونتر داشته باشیم، یا از اون تخم مرغ شانسی ها اصطلاحاً بخریم، از اون لوت باکس ها بخریم که ببینیم از توش چه چیزی در میاد. ولی خب شما فکر کن چه سودی پشت پرده این وجود داره. مثلا همین سایت کلش بررسی شد و دیدم که $50 میلیون ماهانه سود داره. ولی فقط اینفلوئنسرها و استریم ها نیستن ها. حتی تیم های حرفه‌ای کانتر هم از این سایت ها اسپانسر میگیرن. مثلا G2E اسپورت با CSGO رول کار میکنه، یا فیس کلن با رول بیت کار میکنه. یه تیمدار گفته که اگه این پول قمار نباشه رده های پایینتر کانتر ورشکسته میشن. حتی تورنمنت های بزرگ PGL میجر هم اسپانسر قمار دارن. حالا سوال اینه کی باید جلوی این کارو بگیره؟ خب چرا تولید کننده بازی نمیاد جلوشو بگیره؟ چون همون تولید کننده بازی، همون استیم و همون کسایی که این بازی رو درست کردن، از تراکنشی که توی خرید و فروش این اسکین ها براشون داره 20% تا 15% اینا داره سود میکنن از این تراکنش ها. یعنی از خرید و فروش این اسکین ها 20% به حساب اینا واریز میشه. یعنی اگه شما یه اسکین $1000 داری و میخوای این اسکین رو بفروشی و پولش کنی، 20% کارمزدشونه، $200 کم میشه، $800 به حساب شما واریز میشه. پس دوست من، اگر کسی رو میشناسی که زیر سن قانونیه، جوونه، بچه است، داره بازی میکنه و درگیر شده، این ویدیو رو براش بفرست. شاید بیدار شد و شاید از این تفکر یه شب میلیونر شدن و یه شب پولدار شدن با خرید و فروش این اسکین ها بیاد بیرون و حداقل فقط در حد یه بازی انجامشون بده. یا اگر که بچه دارید یه ذره دقت کنید، اگر از شما پول خواست برای بازی کامپیوتریش
در اختیارش نذارید یا حداقل تحت نظارت خودتون این کار رو انجام بدید. چون اگر درگیر این تفکر قمار و شرط بندی بشن، خود به خود یک سری جرایم دیگر رو درشون در پی داره. مثلا کسی که به فکر قمار و شرط بندی میفته، اول خب پولای خودش استفاده میکنه، پول خودش که تمام بشه فکر میکنه اشتباه اون بوده، چون دائما این استریمرها و افرادی که هستن میگن نه اگه تو این شرط بندی و قمار باختی این ترفند رو امتحان نکردی، باز میخواد بره اون ترفنده رو امتحان کنه، حالا پول نداره، مجبور دست کنه تو جیب پدر مادرش و بعد از اون این تفکر زندگیشو نابود میکنه تا به خودش بیاد متوجه شده که سرمایه و وقت و انرژیش از بین رفته. و این بدترین نوع تفکره و اولش هم همه فکر می‌کنن یه بازی ساده است، یعنی میره یه بازی ساده انجام میده، یه شرط بندی، یه دفعه هم اینا سایت‌ها خیلی باهوشن، یه $100 یه اسکن $100 میذاره میشه $300، دیگه میشینه بچه‌ای فکر میکنه، میگه اوه مشکل پدرمو حل میکنم، برای مادرم خونه میخرم، میخوام برم مسافرت دبی فلان. یه 2-3 بار که اینجوری سود میکنه میاد هزینه بیشتر میکنه که بتونه پول بیشتری وارد کنه، پول بیشتری برداشت کنه، ولی پولو میبازه. این سایت ها رو من گفتم ماهانه $50 میلیون دارن سود خالصشونه، سود میکنن. خب چرا این $50 میلیون رو فکر نمی کنید که از کجا میاد؟ این $50 میلیون داره نشون میده که کلی آدم، حالا چه 1000 تا چه 100 نفر چه 1 میلیون نفر آدم، کلی پول باختن که شده $50 میلیون سود و رفته تو جیب اون آدمی که سازنده این سایته. پس حواستون باشه این مدل شرط بندی ها فقط پولو از شما میگیره، فقط وقت و انرژی و اعصابتون رو خورد میکنه و هیچ وقت به فکر میلیونر شدن و میلیاردر شدن شما نیست. اگر هم کسی رو دیدید که از این طریق میلیونر یا میلیاردر شد، بدونید خودخواسته بوده، یعنی این سایت ها خواستن حالا با سود $50 میلیون ماهانه‌شون $1 میلیون رو بدن به یکی که خودشون میدونن که از قبل برنامه‌ریزی کردن که اون آدمو نشون بدن، بگن ببین این میلیونر شد، پس شما هم میتونی. و اون یه نفر رو در نظر نگیرین، چون میلیون ها نفر هستن که پولشون رو باختن و این سایت ها هیچ وقت راجع به اونا صحبت نمیکنن. چرا این مدل کازینو خیلی هم امروز طرفدار داره؟ چون تو سراسر دنیا میتونن بدون هیچ محدودیت مکانی میتونن انگار آدما رو جذب خودشون کنن، یعنی چه تو ایران، چه تو چین، چه تو آفریقا، و هر کسی که یک گوشی تلفن همراه داره یا یک کنسول بازی داره یا یک کامپیوتر داره میتونه این بازی‌ها رو انجام بده و جیب این کازینوها رو پر پول کنه. خیلی دقت کنید، این ویدیو رو درست کردم تا دقیقاً هشدار بدم، تا اگر باز میگم پدر مادرید، کسی رو میشناسید که درگیر اینجور بازیاست، این ویدیو رو براش بفرست و بهش هشدار بده، بگو دوست من این بازی‌ها پشت پردهشون اینه و هیچ وقت تو رو میلیونر نمی‌کنن، راه‌های خیلی بهتری وجود داره. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و حتی اگر شما اهل بازی کردن نیستید، بالاخره یه دید مثبت و خوبی به شما میده که آگاه باشید از پشت پرده این بازی‌های کامپیوتری که حتما دیدید افراد و جوان‌ترها درگیرشن و به عنوان یک آگاهی چیز زیاد بدی نیستش که دونستنش بخواد از شما وقت یا انرژی بگیره. پس باز هم تشکر میکنم که با لایکتون، با کامنتتون منو حمایت میکنین، مخصوصا اونایی که سابسکرایب میکنن کانال منو و خستگی منو در میکنن. خیلی ممنون و امیدوارم تا یه ویدیو دیگه همراه من باشید. خدا نگهدار.